من مطمئنم 90% آبادانی‌ها نمیدونن این جای باحال کجاست. شما زیبایی رو ببین. به به. اینجا رو تکما ساخته، مؤسسه‌ای که کارش توانمندسازی کودکان و معلولین آبادانیه و 2 تا هدف داره. یک اینکه به بچهای این روستا کمک بکنه توی اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشن و درآمدزایی بکنن و 2 توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت از اونها. بریم با هم صحبتی داشته باشیم درباره اینکه اینجا چجوری ساخته شد. با اراده‌ای که مردم این منطقه به خرج دادن، یک لنج شکسته‌ای بود که انتقال داده شد به همین محل و از چوبای این لنج این آلاچیقا ساخته شد. یا الله یا الله. ما اومدیم واسه فکر کردیم اومدیم شمال. قایقرانی هست، اسب سواری هست. ماهیگیری هم داریم. ماهیگیری میکنن بچه‌ها، میفروشن. چند تا غرفه من اینجا برای خود اهالی ارائه دادم که مردم اهالی روستا میان محصولات خودشون اینجا ارائه میدن و مردم هم میخرن. یعنی خیلی عالی. سلام. خوبی؟ سلامتی. چی میفروشی؟ چی داریم؟ با کمک مادرم این حسیرا رو با هم درست کردیم. با مامانم رفتیم بازار، نخود خریدیم، باقلا خریدیم، تمیز کردیم و حالا اینا رو درست کردیم.